شما میتونید که لوبوی آدم پرسید که از هر شخص پرسید که سه تا سوال تیت شما درک کردن میتونید که آینده 10 ساله 20 ساله عمر این آدم چه خیلی میگذره. یکم کدام کتاب خونده استادی؟ شما که کتابی که شما میخونید و فکرانه شما به تاثیر میکند. دوم رفیقت کیست؟ محیط همصحبتت کیست؟ کی قد تو بسیارتر دوست داری؟ سوم استادت کیست؟ انا این سه تا چی شخصیت شما میسازد. کدام کتاب میخونید؟ رفیقتون کیست؟ تو است همصحبتتون چه خیلی آدم ها هستند؟ سرده محیط کدام محیط به شما صحبت کرده گشته استادید؟ سوم چی؟ سوم استاد تو کیست؟ شما استاد گرید. وقتی که شما میخواهید که ثروتمند شید شما باید که معاینه سرتون به حد احتیاط کنید. رنگ همین آینه برای شفاف نگاه دارید که سخنهای هر خیلی نادرکار بلاگرها گوش نکنید. اگر که هوا شما به همون سخن حیات این دنیا آخرتتون با فایدهش نیست گوش نکنید. همون جمعیت برفته صحبتش گوش کنید، صحبت کنید که هر یک سخنی که میگوید یک کس به فایدهش باشد. همون سخنی گوش کنید که شما برای به مقصدتون رسیدن یاردم کنند. هم تو خلاصتوی هم تو رفته خیر رفتم یک دم شنیم هم تو روم نه ممکن نیست. آدمی که میخواد که موفق شود باید که این خل رفتار نکند. باید که توی گرده که بس کند. باید که گپ گرده که بس کند. پر از آدمایی که شب روز گپ گردی و چای خوری خطی عمرش میگرزوند. значит این انتخاب شما نه که در سوی من برای وای شخصی است که میخواد که بزرگ شود.